دیدیم این از اتاق خوابش خونه. کل پاریس صبح روز بعدتون بخیر. داریم میریم کجا؟ بریم صبحونه بخریم. اینم حیات خونه که اجاره کردیم. از همین ور میشه رفت. این وری بریم بس سمت راست. خب هوا بسیار بسیار داغه. ضد آفتاب میزنیم که ضد آفتاب نسوزیم. اینو مگنت خریدم. این اون چیزا بیار. بیا من کفش با من بیار اینجا. خیلی دوست دارم اینو. خیلی قشنگه. آره دیگه خلاصه اینه یادگاریه دیگه. نمیری؟ چقدر گرمه خدای من. آره خیلی گرمه. امروز هوا 30 درجه است. بالاخره بعد از نیم ساعت پیاده روی اسکای چیزو پیدا کردم. تیکت برای کشتی. ما تیکتمون خریدیم، داریم میریم به سمت کشتی. اینا همه تو صف وایستادن تا نوبتی سوار بشیم. برو همه دارن میرن بالا، به نظر جا میشیم بالا. آره بابا بزرگه. بعد از 1 ساعت تو صف وایستادن بالاخره نوبتمون شد. اینقدر گرمه که نه. سوختم. بریم بالا. چی شد؟ لباسم گیر کرد. وای بزن لغت بزن. همونجا بشن. قراره اینجا کباب بشیم. Prima della fine della crociera. La crociera è vietato fumare per essere identificati le cronache. Il gruppo di tanto sembra di essere una crociera. Il letto. Il commento contenuto col punto reale della casa con la storia del museo del Louvre sulla sinistra.
فردا قرار برگردیم ببینیم اونجا رو هم ندیده نریم. دوستان امروز بسیار گرمه، بسیار. امروز هوا خیلی گرمه، 30 درجه واقعا. ساعت هم تقریبا 2 اوج گرما، ولی ما میریم بیرون. طبقه دوم ماییم اینجا. امروز هم که روز آخره. فردا صبح باید بریم فرودگاه و بعدش خونه. تا اونجا رو پیاده بریم یا نه؟ یا پیاده بریم. شیرینی فروشی سر کوچه‌مون بود، خیلی شیرینی‌های خوشمزه داره. داخل این کوچه خونه‌ای بود که ما گرفتیم و این شیرینی فروشیه که هر روز صبح می اومدیم از اینجا نون میگرفتیم و شیرینی. این مغازه بسته است، خدا نکنه بسته شده. کدوم مغازه بود؟ اینجا عجیبه، سر زور همه مغازه‌اش میبنده. ساچه واو، دوبرین بچه رو ببینید، دوبرین. رسیدیم به ایستگاه قطار، مترو قطار، نمیدونم چی. تقریبا از این خونه‌ای که ما گرفتیم تا خود مرکز پاریس 16 دقیقه اینا راهه، نه 16 دقیقه اینا تقریبا. چقدر گرمه. این هم خانمه. ما اینجا عکس مکس گرفتیم، داریم میریم یه سمت دیگهش. رسیدیم به خیابون شانزلیزه. چقدر شلوغ این دست خیابون رو نگاه، چقدر شلوغه. داره عکسش نگاه میکنه خانم ابلک. واو چه عکسایی شد. این ساختمونه خیلی باحاله. این انقدر تو تیک تاک زیاد می‌دیدم. عزیزم کجا قدم داری میزنی؟ این ساختمان لوی ویتون وایسادن برای اینکه برن داخل این فروشگاه لوی ویتون. چرا اون چیزه سکیوریتیش چرا باحاله؟ چی گفتی؟ سکیوریتیش باحاله. میتونی ماشینا رو رنت کنید برای نمیدونم چنده. یه دونه عکس هم بگیریم. وا این چقدر کیوته. کی؟ این شیرین فروشیه نه؟ داره پاسه میکنه نه؟ مثلا آره شیرین فروشیه. از اون دست خیابون اومدی به این ور. باید چیز کنی؟ نه؟ میدونم. ببریم دستم در بیارم. چقدر شلوغه.
یه دونه مدل داریم با هم دور بزن. واو. اما ما هم چیز میشه خراب میشه. Mentre camminiamo c'è سفورا لباس برداشتیم اینجا. عباس هم شلوار برداشته. تو صف طولانی بیاش پایین، من صف نشون دادم. تو صف طولانی پروف هستیم. اینا رو برداشتم برم بپوشم ببینم که چطوره. مشیش خیلی قشنگه. یه دونه کت سفیده، 2 تا هم تاپ هستش. ولی خیلی چیزای خوشگل داره خدایی نه؟